سلام درودی به پایان شنوندگان عزیز. امیدوارم خوب صحت و سلامت هستین. یعنی شما عین حال در کتابخانه حضور دارین و حضور زیاد برای SMS پیام که اومده برای من که زوگ خطا نکنم در یعنی ثبت کتاب میگذارد. و در کتابخانه شما چه چیزها رو میشنوین؟ در کتابخانه بهترین کتاب‌هایی که روزی دنیا است، یعنی که عین زمان است و سرخواننده ترین کتاب‌های روزی دنیا است. از جمله بعضی کتاب‌ها رو ما پیشکی آگاه کنیم که یعنی که از زبان فارسی، یعنی که ایرانی یا که افغانی گرفته شده است، یعنی که ما برای ثبت کردن اودیوی وقت نیافتیم یا اینکه متاسفانه بعضی از تجهیزات ها را نداشتیم و در کل خواستیم که برای مردم تاجیکی‌مون، یعنی که ما با مردم فارس، یعنی ما هم فارس زبان هستیم و زبان یکدیگر را خوب میفهمیم، از جهت لهجه که کمی هم یعنی تفاوت دارد، یعنی بهتر بود از نشنیدن این گونه کتاب ها ما بهتر است که با زبان فارسی که دیگر زبان ها بشنویم کتاب ها را. خب برای شما امیدوارم که یعنی کتاب منفعت های خوبی و ما امیدواریم که شما در کامنت برای ما یعنی موقع های خوب و موضوع های خوبی که برای خودتون دسترس میکنین بنویسین و ما خوشحال از کامنت های شما میشیم. شرح‌گذاری شما رو ما به نهایت انتظاریم. برای شما شنیدن کتاب تمنا دارم و امیدوارم که کتاب برای شما پسند آید و در آینده ما رو دنبالگیری کنین. از جمله از میتونین به ما یعنی پادپیست یعنی که ابونه شوید و گذاشتن لایک و کامنت رو فراموش نکنین، زیرا دستگیری شما برای ما روحیه میده که ما بازم کتاب‌های بهتر رو برای شما بارگذاری کنیم. خب تشکر با اینکه با ما بودید. برای شنیدن کتاب ما آغاز میکنیم. بوکلایت کتاب بی حد و مرز اثر جیم کویک. مغزتان را بهبود ببخشید و همه چیز را سریعتر بیاموزید. با مطالعه این کتاب می‌آموزید چگونه مرزبندی‌های ذهن را از بین برده و خود را در مسیر یادگیری قرار دهیم. کتاب بی حد و مرز به معنای واقعی کلمه درباره بی حد و مرز شدن است. نویسنده این کتاب جیم کویک وقتی که کودکی دبستانی بود، یک بار موقع کنجکاوی‌ها و شیطنت‌های کودکانه از روی صندلی مدرسه می‌افتد و سرش با رادیاتور کلاس برخورد می‌کند. بعد از این اتفاق او دچار نوعی آسیب مغزی می‌شود که باقی زندگیش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جیم دیگر نمیتوانست مثل همسن و سالهای خودش خواندن و نوشتن یاد بگیرد. او دچار مشکلاتی در تمرکز، حافظه، یادگیری و غیره شد. این مسائل او را مجبور کردند که سخت‌تر از سایر بچه‌ها کار کند و اضطراب‌های ناشی از مورد تمسخر قرار گرفتن توسط همکلاسی‌ها و حتی معلم‌هایش را نیز متحمل شود. وقتی به کودکان برچسب میزنید، به شکل ناخودآگاه برای آنها محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنید که بر آیندهشان تأثیر خواهند گذاشت. کویک هم وقتی که یک بار از معلمش شنید که او را پسری با مغز خراب خطاب کرد، دچار غم بزرگی شد. اما او تمام تلاشش را می‌کرد که امیدش را از دست ندهد. یکی از چیزهایی که به کویک کمک کرد که بیشتر و بیشتر برای خواندن کوشش کند، قصه‌های مصور بود. او اصلاً از کتاب‌های معمولی خوشش نمی‌آمد. از طرفی هم طاقت نداشت منتظر بماند تا بالاخره یک نفر پیدا شود که برایش داستان‌های دلخواهش را بخواند. بنابراین سعی کرد که خودش توانایی خواندن آنها را پیدا کند. او دوره‌های تحصیلیش را یکی پس از دیگری به هر سختی که بود می‌گذراند و برای سالها تصور می‌کرد که به دلیل آسیب دیدگیش تنها کاری که باید انجام دهد این است که تا می‌تواند بکوشد که شبیه دیگران یاد بگیرد. اما در دوران دانشجویی بود که فهمید اشتباه می‌کرده و راه دیگری هم وجود دارد. او به این نتیجه رسید که بهتر است به جای شبیه دیگران یاد گرفتن به مطالعه روش‌ها و نظریه‌های یادگیری بپردازد و بفهمد که چه روش یادگیری می‌تواند مخصوص خودش باشد. جیم کتاب‌هایی درباره نظریه‌های یادگیری بزرگسالان، نظریه‌های هوش چندگانه، علوم اعصاب، رشد فردی، تندخوانی، روانشناسی آموزشی و حتی شیوه‌های باستانی بهبود حافظه را مورد مطالعه قرار داد و سعی کرد که بفهمد اصلاً مغزش چگونه کار می‌کند تا بعداً بتواند بهتر از آن کار بکشد. این مطالعات و تمریناتی که انجام می‌داد باعث شدند که او بعد از مدتی متوجه تغییراتی در خود شود. دیگر راحت‌تر تمرکز می‌کرد و حواسش به سادگی پرت نمی‌شد. حتی عملکرد حافظه‌اش هم بهبود پیدا کرد. تمام این اتفاقات موجب شدند که او به شیوه فرایادگیری یا آموختن چطور آموختن علاقه‌مند شده و این انگیزه را پیدا کند که آن را به دیگران هم بیاموزد. جیم کویک میگوید این که به بچه‌ها بگویی تمرکز کن مثل این است که به فردی که بلد نیست گیتار بنوازد بگویی گیتار بزن.
قطعا نواختن گیتار بدون آموختن نواختنش غیر ممکن است. او در ادامه میگوید اگر دانش قدرت است پس یادگیری دانش ابرقدرت است. مقدمه ای که شنیدید برای این بود که بگوییم اگر شما هم مانند جیم کویک درگیر مسائلی در زندگی خود هستید که باعث شدند با مشکلاتی در یادگیری دست و پنجه نرم کنید، درباره خودتان عقاید غیر واقعی داشته باشید و انگیزه خیش را برای ادامه دادن مسیر دلخواهتان از دست بدهید، بنابراین نیاز دارید که بی حد و مرز کردن ذهنتان را بیاموزید. خلاصه کتاب بی حد و مرز نوشته جیم کویک به شما کمک می کند که با چند تغییر در ذهنیت خود مغزتان را بهبود بخشیده و دوباره به مسیر اصلی بازگردید. 1. 3 ستون مهم بی حد و مرز شدن چه هستند؟ 2. آیا نبوغ خدادادی است یا قابل اکتساب؟ و 3. روش 40-70 چگونه به تفکر و تصمیم گیری بهتر ما کمک می کند؟ بوکلایت شماره 1. بی حد و مرز بودن به معنای ابرقهرمان شدن نیست. جان کویک در جایی از کتاب میگوید که بیشتر زندگیش را اجازه داده که دیگران او را با محدودیت‌هایش بشناسند. محدودیت‌هایی که خودش ساخته بود. او فکر میکرد که چون در کودکیش آسیب دیده پس دیگر فرد کاملی نیست و نمیتواند به آینده امیدوار باشد. اما کم کم با کمک تعدادی از دوستان و اطرافیانش فهمید که محدودیت‌هایش نه تنها محدودیت نیستند بلکه فقط موانعی هستند که باید آنها را رد کند. بی حد و مرز شدن فقط به معنی سریعتر یاد گرفتن و حافظه بدون نقص نیست. بی حد و مرز شدن یعنی پیشرفت کردن بیشتر از آنچه که فکرش را بکنید امکان پذیر است. اگر به این نتیجه رسیده اید که در حد قابلیت‌های خود عمل نمی کنید، اگر شکافی بین واقعیت کنونی و واقعیت مطلوبتان احساس می کنید، دلیلش این است که دچار نوعی محدودیت هستید. این محدودیت 3 حالت دارد. 1. محدودیت در ذهنتان، یعنی به خودتان، توانایی‌هایتان، آنچه لیاقتش را دارید یا آنچه که امکان پذیر است به اندازه کافی باور ندارید. 2. محدودیت در انگیزه‌تان، انگیزه، محرک، هدف یا انرژی کافی برای انجام کار مورد نظرتان را ندارید. و 3. محدودیت در روش‌هایتان. شما بر اساس روش‌هایی که از قبل آموخته‌اید عمل می‌کنید، در حالی که این روش‌ها لزوماً برای دستیابی به نتایج مورد نظر شخص شما مؤثر نیستند. به دلیل یکی از این محدودیت هاست که اکثر آدم‌ها کم کم رویاها و اهداف خود را کوچکتر و کوچکتر می‌کنند. آنها به مرور به این باور می‌رسند که چیزی که به آن تبدیل شده اند همه چیز است و نمی‌تواند تغییر کند. اما باید بدانید که همه ما پتانسیل‌های باور نکردنی داریم که فقط منتظر بیدار شدن هستند. همه ما می‌توانیم به ذهنیتی بی حد و مرز، انگیزه‌ای بی حد و مرز و روشی بی حد و مرز دست پیدا کنیم. برای بیشتر مشخص شدن 3 بخشی که گفتیم به این توضیحات توجه کنید. 1. ذهنیت. باورها، گرایش‌ها و فرضیات وجودی درباره اینکه چه کسی هستیم، عملکرد جهان چگونه است، قادر به انجام چه کارهایی هستیم، لیاقت چه چیزی را داریم و چه چیزی امکان پذیر است. 2. انگیزه. هدف فرد و انرژی لازم برای اینکه به شیوهی مشخص رفتار کند. و 3. روش. فرایندی مشخص جهت دستیابی به هر چیزی، به خصوص شیوهی منظم، منطقی و روشمند برای آموزش. حالا نگاهی مجدد به نمودار بی حد و مرز در این بوکلایت بیاندازید. همانطور که می‌بینید زمانی که هر 3 بخش مغز یعنی ذهنیت، انگیزه و روش با یکدیگر تلاقی پیدا کنند، حالتی به نام بی حد و مرز شدن پدید می‌آید. نکته مهم این است که بتوانیم هر کدام از این بخش‌ها را به شکل جداگانه‌ای نامحدود کنیم که در این کتاب درباره‌اش خواهید آموخت. اما علاوه بر محدودیت‌های درونی، محدودیت‌هایی هم وجود دارند که بیرونی هستند. مانند شخصیت‌های شرور فیلم‌ها در برابر ذهن ابرقدرت ما قرار می‌گیرند و توسط فناوری قدرتمند می‌شوند. البته که فناوری فواید بسیاری برای زندگی بشر داشته است و زندگی انسان‌ها را تا حد زیادی آسان کرده. اما اگر نتوانیم ارتباط خود را با آن کنترل کنیم، می‌تواند تبدیل به مانعی برای یادگیری شود. جان کویک نمیگوید که برای همیشه فناوری را کنار بگذارید، بلکه او یک پیشنهاد آسان و قابل انجام دارد. او میگوید که برای جلوگیری از تحلیل رفتگی ذهن و حافظه بر اثر استفاده بیش از حد از فناوری، یکی از بهترین کارهایی که میتوانید انجام بدهید این است که روزی 30 دقیقه با همه دستگاه‌های دیجیتال خود خداحافظی کرده و کنارشان بگذارید. این کار به شما فرصت میدهد که ذهنتان را استراحت بدهید و به افکار خلاقانه بپردازید. یکی دیگر از عواملی که باعث می شود ما نتوانیم از فضای نامحدود ذهن خود استفاده کنیم، نداشتن دانش کافی درباره عملکرد مغزمان است.
ما فرض می‌کنیم که ظرفیت ذهنمان ثابت و غیر قابل تغییر است، در حالی که ما با یک فضای بی‌نهایت سر و کار داریم. مغز ما آنقدر انعطاف پذیر است که هر بار چیزی جدید یاد می‌گیریم ارتباط سیناپسی جدیدی می‌سازد. سخت افزار خود را بروز می کند و در نتیجه باهوشتر می شود. بنابراین با بهینه‌سازی و بازنویسی مغزتان می توانید قابلیت‌های بیشتری از خیش بروز دهید. البته که قرار نیست مانند مرد عنکبوتی با انگشتان خود تارهای قدرتمند پرتاب کنید، اما هر روز می توانید ارتباط سیناپسی جدیدی درون سرتان بسازید و ذهنتان را نامحدود کنید. در بوکلایت بعدی توضیح خواهیم داد که چطور می توانیم با ریشه‌کن کردن باورهای محدود کننده خویش یک ذهنیت بی حد و مرز بسازیم. بوکلایت شماره 2: ذهنیت بی حد و مرز. اولین عنصر در مدل سه‌بخشی بی حد و مرز ذهنیت است. ذهنیت از باورها، فرضیات و گرایش‌هایی ساخته شده که درباره خود و جهان داریم. رفتارهای ما کاملاً بر اساس این باورها هدایت می شود. پس بهتر است قبل از اینکه درباره نحوه یادگیری بیاموزیم، باورهای زیربنایی خود را مورد بررسی قرار دهیم. ما با ذهنیت‌های از پیش تعیین شده درباره توانایی‌های خود به دنیا نمیاییم، بلکه طرز فکرمان را از جامعه و افرادی میآموزیم که در زندگی ما بوده یا هستند. برای روشن‌تر شدن مسئله به این مثال توجه کنید. یک فیل را در نظر بگیرید که از زمانی که به دنیا آمده به یک چوب فرو رفته در زمین بسته شده. وقتی فیل بسیار کوچک است نمیتواند چوب را از زمین بیرون بکشد. بنابراین بالاخره دست از تلاش برمی‌دارد. سالها می‌گذرد و فیل بزرگ و بزرگتر می‌شود. او حالا آنقدر قوی هیکل شده است که می‌تواند با یک حرکت ساده چوب را از زمین بیرون بکشد. اما او این کار را نمی‌کند، چرا که بر اساس تجربه کودکیش فکر می‌کند که تلاش کردن بیفایده است. در روانشناسی به این حالت درماندگی می‌گوییم. اکثر ما انسان‌ها در تمام زندگی خود رفتاری مانند فیل مثال بیان شده نشان می‌دهیم. ما بر اساس تجربه‌های گذشته خود یا اطرافیانمان فکر و رفتار می‌کنیم. این باورهای غلط باعث می‌شوند که دائما به خودمان دروغ بگوییم. اما واقعیت این است که همه ما از یک زمان به بعد می‌توانیم ذهنیت خود را نسبت به همه چیز تغییر بدهیم و بدانید که اگر این کار را نکنیم، مسئولیت اشتباهاتمان فقط با خودمان است. همانطور که مارک توین میگوید، آنچه نمیدانید شما را به دردسر نمیاندازد، بلکه چیزی شما را به دردسر میاندازد که بدان اطمینان دارید اما اشتباه است. باورهای محدود کننده و دروغین باعث میشوند که ما همیشه عقب بمانیم. ژان بروس، اندرو شاته و آدام پرلمان در کتابشان به نام تعادل این اعتقادات را باورهای کوه یخ مینامند، چون بسیاری از آنها زیر سطح ناخودآگاه ما قرار دارند. به گفته آنها، باورهای کوه یخ در عمق ذهن ما ریشه دارند، بسیار قدرتمند هستند و احساسات ما را تحریک می کنند. هرچه کوه یخ استوارتر باشد، خرابی بیشتری به بار می آورد. باعث هرج و مرج در برنامه‌های ما می شود و کاری می کند که فرصتها را از دست بدهیم. کوههای یخی جلوی نبوغ ما را می گیرند. شاید فکر کنید که فقط تعداد کمی از افراد نابغه هستند، اما واقعیت این است که همه ما دارای نبوغ هستیم. نبوغی که جایی در اعماق وجودمان قرار دارد. بی حد و مرز کردن خود یعنی آزاد کردن همین نبوغ و نابغه درونتان. اما برای این کار باید فکری به حال کوههای یخی بکنیم. در بوکلایت بعدی از 3 روش نجات از این باورها صحبت خواهیم کرد. بوکلایت شماره 3: 3 راه برای اینکه باورهای محدود کننده تبدیل به فرصت‌های جدید شوند. راس براون میگوید زندگی هیچ محدودیتی ندارد به جز محدودیت‌هایی که خود شما تعیین می‌کنید. اما این محدودیت‌ها را به کمک این روش‌ها می‌توان تغییر داد. راه اول: باورهای محدود کننده خود را نام ببرید. باورهای محدود کننده معمولاً در کودکی ریشه دارند. این فقط به دلیل رفتار والدین ما نیست، بلکه محیط‌های اجتماعی و مدرسه هم در شکل‌گیری این باورها نقش دارند. عباراتی مثل من نمیتوانم، من نیستم یا انجام نمیدهم تعدادی از این باورها هستند و اثرات عمیقی بر زندگی ما میگذارند. اینکه این جملات چطور باعث میشوند در زندگی عقب بمانید و صرف زمان برای پیدا کردن منبع این باورها بسیار رهایی بخش است. چون به محض آگاهی متوجه میشوید که این حرفها اصلاً واقعیت ندارند و فقط نظراتی هستند که اتفاقاً شواهد بسیار زیادی برای اثبات اشتباه بودنشان در زندگیتان دارید. بنابراین هر وقت که این افکار به ذهنتان رسید، جوابشان را قاطعانه بدهید.
مثلا اگر با خودتان فکر کردید که من همیشه فلان کارها را بد انجام میدهم، یک لحظه مکث کنید و در جوابش بگویید که این که قبلا این کارها را بد انجام میدادم به این معنی نیست که الان هم نمیتوانم درست انجامشان بدهم. سپس چند مثال را به خود یادآوری کنید که قبلا خوب انجامشان نمیدادید اما حالا در آنها حرفه‌ای شده اید. راه دوم، شواهد را بررسی کنید. باورهای محدود کننده نقش بسیار مهمی در احساسات ما دارند. این باورها با خود منطقی ما همیشه در جنگ هستند. بهترین کار در زمانی که این افکار به سرتان هجوم می‌آورند این است که از خودتان بپرسید اصلاً این باورها چقدر واقعیت دارند. احتمالش زیاد است که در آن لحظه با جستجو در میان خاطراتتان به دنبال شواهدی برای واقعی کردن باورهایتان بگردید. اما اجازه بدهید با یک مثال حواستان را جمع کنیم. فرض کنید مشغول انجام کاری هستید که در موردش اعتماد به نفس کافی ندارید. منتقد درونتان هم دائما در حال حرف زدن است و سرانجام شما را گمراه می کند. اتفاقی که می افتد این است که شما به دلیل گیج شدن و استرس زیاد کارتان را به خوبی انجام نمی دهید. در آخر هم نتیجه می گیرید که برای انجام آن کار خوب نیستید. این مثال را زدیم که بگوییم وقتی مشغول بررسی واقعیت‌هایی هستید که پشت باورهای شما قرار دارند، حتماً باید دو چیز را در نظر بگیرید. اول اینکه آیا شواهدی وجود دارد که ثابت کند شما در کار خود خوب عمل نمی‌کنید؟ دوم اینکه آیا شواهدی که به دست می‌آورید منطقی اند یا صرفاً نتیجه صداهای داخل سرتان هستند؟ راه سوم، باوری جدید خلق کنید. حالا که فهمیدید باورهای محدود کننده به کوه یخ معروفند و واقعیت آنها را نیز آموختید، زمان آن رسیده که برای خلق باورهای جدید قدم بردارید. باوری که هم محدودیت‌های ذهنی شما را کنار بزند و هم برای خود بی حد و مرزتان مفید باشد. فرض کنید که یکی از باورهای محدود کننده شما این است که همواره در مشکل ترین لحظات زندگیتان کم می‌آورید. ابتدا باید این طرز فکر را به عنوان یک باور محدود کننده شناسایی کنید. سپس واقعیت آن را مورد ارزیابی قرار دهید. قطعاً آنچه دستگیرتان می شود این است که با اینکه در بعضی لحظات پرفشار زندگیتان دچار اضطراب شده اید، اما همه آنها برایتان فاجعه بار نبودند و بارها هم به نتیجه مثبت رسیده اید. حالا در این شرایط باور جدید چه می تواند باشد؟ قطعاً هیچ کس در تمام لحظات سخت زندگی خود پیروز نخواهد شد و من باید به دفعاتی که بهترین عملکرد را داشته‌ام افتخار کنم. این باور جدید کمکتان می‌کند که بعدها در شرایط مشابه ذهنیت سالم‌تری داشته باشید. مسئله‌ای که در اینجا اهمیت دارد این است که شخصیتی جداگانه برای باورهای محدود کننده خود خلق کنید. متخصصان بسیاری اتفاق نظر دارند که تا وقتی اعتقاد دارید که منتقد درونتان صدای خود واقعیتان است، هیچ وقت نمی‌توانید بر آن پیروز شوید. بنابراین یکی از کارهای مفید این است که به منتقد درونتان نامی مضحک و مسخره بدهید. برای او شخصیتی کارتونی، خبیث و در عین حال ضعیف تصور کنید. هر بار وارد سرتان شد، او را فرد جدایی از خودتان بدانید که هیچ ربطی به شما ندارد. هرچه در تشخیص این صدا از خود واقعیتان بهتر عمل کنید، در خلق باورهای جدید هم موفق‌تر خواهید بود. حالا که 3 راه رهایی از باورهای محدود کننده را آموختید، خوب است که کمی هم با دروغ‌ها و افسانه‌هایی که در این راه ممکن است سدی در برابرتان ایجاد کنند آشنا شوید. در بوکلایت بعدی 7 دروغ یادگیری خواهید آموخت. بوکلایت شماره 4: 7 افسانه محدود کننده که برای خود تعریف می کنید. گاهی فردی که بیشتر از همه به ما دروغ میگوید خودمان هستیم. آنقدر هم خوب دروغ میگوییم که به راحتی باورش میکنیم. واقعیت این است که همه ما در جریان بیپایانی از اطلاعات غلط قرار داریم. از اطلاعات غلط درباره محدودیت‌هایمان گرفته تا توانایی‌هایمان. این اطلاعات تلاش میکنند سدی در برابر مسیر بی حد و مرز شدن ما بسازند. در ادامه 7 عدد از آنها را به شما معرفی خواهیم کرد. اولین دروغ: هوش تغییر نمی کند. ذهنیت به 2 بخش ثابت و رشد تقسیم می شود. کارول دوئک، محقق حوزه یادگیری، تفاوت میان این 2 ذهنیت را این گونه توضیح می دهد. در ذهنیت ثابت، دانش آموزان اعتقاد دارند که مهارت‌ها، هوش و استعدادهای پایه‌شان همگی ثابت و تغییر ناپذیرند و از هر کدام مقداری دارند. اما در ذهنیت رشد، دانش آموزان اعتقاد دارند که استعداد و توانایی‌هایشان را می‌توانند با تلاش، آموزش خوب و پافشاری بهبود بخشند.
آنها فکر نمی کنند که همه یک شکل هستند یا همه می توانند اینشتین شوند، اما معتقدند که با تلاش می توانند از اکنون خود باهوشتر باشند. با این حال اکثر ما انسانها ایده ذهنیت ثابت را پیش می گیریم و تفکری را ادامه می دهیم که خانواده هایمان داشتند. برای مقابله با دروغ اول، اگر این باور جدید را که هوش سیال و تغییرپذیر است در خود تقویت نمایید، می توانید از ظرفیت بیشتری از مغز خود استفاده کنید. دومین دروغ: ما فقط از 10% مغزمان استفاده می کنیم. بدانید که این یک افسانه است و بیشتر توسط رسانه‌ها و فیلم‌های سینمایی به ذهن افراد وارد شده است. به عنوان مثال در یک فیلم سینمایی به اسم لوسی درباره این موضوع صحبت می شود که اگر ما می توانستیم از 100% توان مغزی خود استفاده کنیم چه اتفاقی می افتاد؟ دیوید ایگلمن متخصص علوم اعصاب پاسخ کنایه‌آمیزی به این پرسش می دهد و می گوید دقیقاً همین کاری را که امروز می توانیم انجام دهیم انجام می دادیم. واقعیت این است که ما همین حالا هم از 100% مغزمان استفاده می کنیم. شواهد و تحقیقات علمی بسیاری نشان دادند که تمام بخش‌های مغز ما همیشه فعال هستند. حتی در زمان خواب که معمولاً فکر می‌کنیم قسمت‌هایی از آن باید خاموش و در حال استراحت باشند. بنابراین لازم است بگوییم که این ایده آنقدر اشتباه است که فقط باید به آن خندید. بدانید که تمام قدرت مغزتان همین حالا در اختیارتان است و آرمان شهری که هر یک از این فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی و سایر رسانه‌ها نشان می‌دهند برای شما نیز ممکن است. اما برای این کار به چند قدم مهم نیاز دارید که تا پایان این کتاب درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. باور جدید جایگزین: من یاد میگیرم که از تمام مغزم به بهترین شکل ممکن استفاده کنم. سومین دروغ: اشتباهات شکست هستند. آیا واقعاً اشتباهات ما به معنای شکست هستند؟ یک لحظه به اینشتین فکر کنید که نامش همیشه در میان اولین نابغه‌های جهان قرار دارد. او کارهای فوق‌العاده‌ای در زمینه‌های علمی انجام داده است. داشتن چنین شهرتی می‌تواند باعث شود که به راحتی تصور کنیم او هیچ وقت در زندگیش مرتکب اشتباه نشده، اما اینطور نیست. اینشتین در دوران دانش آموزیش سطح پایین‌تری نسبت به سایر دانش آموزان داشت. معلمانش معتقد بودند که او پیشرفت بسیار کندی دارد. او حتی بعدها در مسیر شغلیش هم دچار چند اشتباه محاسباتی شد. با این اوصاف اگر او به خاطر اشتباهاتش تسلیم می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ نقل قول معروفی از او وجود دارد که گفته است کسی که هرگز اشتباه نکرده در واقع هیچ چیز جدیدی را امتحان نکرده است. متاسفانه دروغ سوم از دوران کودکی در ما ریشه دوانده است. معمولاً اطرافیانمان ما را به دلیل اشتباهاتمان قضاوت می‌کردند و حتی مورد سرزنش قرار می‌دادند. در واقع اشتباهات ما معمولاً نه به عنوان ابزاری برای یادگیری بلکه برای اندازه‌گیری توانایی‌هایمان به کار گرفته می‌شوند. اما واقعیت این است که اشتباهاتتان نشان می‌دهند که شما در حال امتحان کردن چیزی جدید هستید. شاید فکر کنید که همیشه باید فوق‌العاده باشید، اما زندگی فقط مقایسه کردن خودتان با دیگران نیست، بلکه مقایسه کردن خودتان با کسی است که دیروز بودید. باور جدید: شکست وجود ندارد. شکست فقط ابزاری برای یادگیری بیشتر است. دروغ چهارم: دانش قدرت است. کویک قبلاً به این افسانه اعتقاد داشت، همان زمان که پسری با مغز خراب بود. آن وقتها فقط دوست داشت که بتواند مانند همکلاسی‌هایش درس‌ها را یاد بگیرد. اما وقتی توانست این کار را انجام بدهد، خیلی سریع فهمید که داشتن دانش باعث تمایز او از آدم‌های اطرافش نمی‌شود، بلکه آنچه او را متفاوت می‌کند نحوه استفاده از آن دانش است. دانش قدرت نیست، دانش فقط پتانسیل این را دارد که قدرت باشد. شما می توانید این کتاب را بخوانید و تمام آن را به خوبی بیاموزید، اما اگر از نکاتش استفاده نکنید بیفایده خواهد بود. شما باید دانش خود را تبدیل به عمل کنید. باور جدید: دانش به همراه عمل است که منجر به قدرت می شود. دروغ پنجم: یادگیری چیزهای جدید بسیار مشکل است. کارول گریدر یک زیستشناس مولکولی در آمریکاست. او در سال 2009 به خاطر کشف اینکه چگونه تومورها همراه با سن تغییر می‌کنند موفق به دریافت جایزه نوبل شد و کمک زیادی به درمان سرطان کرد. چنین سابقه‌ای ممکن است باعث شود که همه فکر کنند او در دوران تحصیلش بسیار موفق عمل کرده و هیچ مشکلی در یادگیری نداشته است. اما واقعیت این است که کارول دوران تحصیلی سختی را گذرانده بود. او به دلیل مشکل خوانش‌پری
پریشی که نوعی ضعف در یادگیری است همیشه کند عمل می‌کرد و گاهی دچار این حس می‌شد که یک فرد احمق است. او کم کم به دنبال راه‌های جدیدی برای یادگیری گشت. بعدها متوجه شد که درست است که در خواندن و هجی کردن مشکل دارد، اما در حفظ کردن بسیار خوب عمل می‌کند. بنابراین بیشتر تمرکزش را روی این بخش گذاشت. او توانست ناتوانی خودش را دور بزند و نتیجهش را هم دید. مهم نیست که چقدر باهوش هستید. مهم این است که چگونه باهوش هستید. یادگیری چیزهای جدید میتواند گاهی بسیار مشکل باشد، اما لازم است که در این راه ثبات داشته باشید و بدانید که یادگیری مجموعه ای از روش هاست که یکی یا چند تا از آنها برایتان مناسب است. باور جدید. زمانی که راه‌های متفاوتی را برای یادگیری امتحان کنید، چالش یادگیری چیزهای جدید هم برایتان ساده و لذت بخش خواهد شد. دروغ ششم. انتقاد دیگران مهم است. بخشی از بی‌حد و مرز بودن این است که یاد بگیریم ترسی از انتقاد دیگران نداشته باشیم. تاریخ پر از آدم‌هایی است که به این توانایی رسیدند، مانند برادران رایت. آنها با اینکه موفق شدند یک ماشین پرنده بسازند، تا سالها توسط رسانه‌ها و حتی برخی دانشمندان مشهور آن زمان مورد تمسخر قرار می‌گرفتند. با این حال برادران رایت این موج منفی و ناامید کننده را نادیده گرفتند، کارهای بیشتری انجام دادند و ماشین پرنده خود را تکمیل کردند. سرانجام هم توجهی را که لایقش بودند دریافت نمودند. خلق زندگی دلخواهتان شاید کمی ترسناک به نظر برسد، اما میدانید چه چیزی از آن ترسناکتر است؟ پشیمانی. روزی که داریم نفسهای آخرمان را میکشیم، نظرات دیگران اهمیتشان را از دست میدهند و تنها چیزی که مهم میشود این است که چطور زیسته ایم. اگر قضاوت‌های ناعادلانه در مورد خودتان را نادیده نگیرید، هرگز پتانسیل واقعی خود را کشف نخواهید کرد. اجازه ندهید که انتظار و نظر دیگران باعث شود که زندگی شما به سمت نابودی پیش برود. باور جدید. دوست داشتن، عشق ورزیدن یا احترام گذاشتن به من وظیفه دیگران نیست، بلکه وظیفه خودم است. دروغ هفتم. نبوغ از بد به تولد مشخص می شود. هیچ کس در این دنیا نیست که بروس لی را نشناسد و نداند که او در زمینه هنرهای رزمی یک نابغه است. اما کمتر کسی می داند که بروس لی چه سختی هایی را برای رسیدن به این نقطه پشت سر گذاشته است. اگر او را قبل از موفقیتش می دیدید و در جریان زندگیش قرار می گرفتید، هیچگاه فکر نمی کردید که او در بزرگسالی نابغه شود. خانواده بروس لی بعد از تولد او در سان فرانسیسکو تصمیم گرفتند که به هنگ کنگ مهاجرت کنند. این مهاجرت چالش‌های بسیاری برای او به وجود آورد. او نه به عنوان یک چینی مورد پذیرش قرار می گرفت و نه به عنوان یک آمریکایی. هر دو طرف همیشه او را وسیله ناجوری می دانستند و دائما با او سر ناسازگاری داشتند. بروس لی همیشه دچار تنش بود و سرانجام تصمیم گرفت که برای جنگیدن با این زندگی سخت واقعاً به یادگیری مبارزه رو آورد. او تمرین‌های دشوارش را نزد استاد بزرگش ییپ مان شروع کرد و بعدها تبدیل به یکی از سرسخت‌ترین مبارزان جهان شد. حال پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا لی از همان ابتدا نابغه هنرهای رزمی بود؟ آیا ذاتاً تمام این مهارت‌ها را در خودش داشت؟ یا اینکه به دلیل تمرکز، تمرین و مداومت در یادگیری حرفه‌اش تبدیل به یک نابغه شد؟ نویسنده کتاب راز استعداد دانیل کویل در رابطه با ذاتی بودن یا نبودن استعداد میگوید نبوغ از بد به تولد حاصل نمی شود، بلکه در وجود انسان پرورش داده می شود. از طریق یادگیری و تمرین هر کسی می تواند استعدادی را در خود پرورش بدهد و نابغه به نظر برسد. این اتفاق ممکن است در همان سالهای ابتدایی زندگی پیش بیاید یا ممکن است بعدها خودش را نشان بدهد. باور جدید. نبوغ از بد به تولد ظاهر نمی شود، بلکه از طریق تمرین زیاد حاصل می شود. تا اینجا درباره ابعاد ذهنیت بی‌حد و مرز خواندید. در بوکلایت شماره 5. انگیزه بی‌حد و مرز، هدف. انگیزه چیزی نیست که یک روز صبح با آن از خواب بیدار شوید و همه کارها را به بهترین شکل ممکن انجام دهید. انگیزه یک حس یا حالت لحظه‌ای نیست، بلکه یک فرایند است که دائما باید تقویت شود. مجموعه ای از احساسات دردناک یا لذت بخش که مانند سوختی برای انجام کارهای ما عمل می کنند. ما می توانیم انگیزه را با مشخص کردن هدف، پرورش انرژی ذهنی و فیزیکی و تعیین قدم‌های کوچک در خود رشد بدهیم.
با چرا شروع کنید. سایمون سینک کتابی با همین نام دارد و تاکید می کند که توانایی انتقال پاسخ این سوال که واقعاً چرا دارید کاری را انجام می دهید بسیار مهم است. او توضیح می دهد که اگر بتوانید باوری را که شما را پیش می راند به خوبی بیان کنید، مردم حتماً مشتاق آنچه می شوند که پیشنهاد شماست. به بیان دیگر، مردم کاری را نمیخرند که شما انجام می دهید، بلکه دلیلتان برای انجام آن کار را میخرند. پس اگر خودتان ندانید که چرا یک کار را انجام می دهید، دیگران چطور بفهمند؟ برای بهتر پاسخ دادن به این چرا، باید بیشتر درباره هدف بدانید. هدف نقطه‌ای است که فرد آرزوی رسیدن به آن را دارد. این هدف ممکن است خواندن یک کتاب در هفته، یادگیری زبان جدید، خوش‌اندام‌تر شدن و غیره باشد. بعضی از افراد هستند که هدف را با علاقه اشتباه می‌گیرند، اما این دو کاملاً با هم متفاوت هستند. علاقه در واقع چیزی است که منجر به هدف می‌شود و هدف نحوه استفاده از علاقه تان است. به عنوان مثال، جیم کویک به یادگیری علاقه دارد، اما هدفش این است که به دیگران آموزش بدهد که چگونه یاد بگیرند. البته که یافتن علاقه نیازمند آزمون و خطا است. ممکن است در همان سالهای ابتدایی زندگی خود بفهمید که واقعاً به چه چیزی علاقه دارید. ممکن است که بارها نیاز به بررسی و تجربه کردن پیدا کنید. حتی ممکن است چند علاقه مختلف داشته باشید و بخواهید آنها را با هم پرورش دهید. فعلاً به سراغ ادامه بوکلایت نروید. همین حالا یک کاغذ بردارید و 3 تا از علاقه‌های کنونی خود را بر روی آن بنویسید. حالا که فهمیدید علاقه با هدف چه تفاوتی دارد و از چند علاقه خود نیز مطمئن شدید، باید بروید سراغ اهدافتان. در ادامه از چند ویژگی مهمی که هر هدفی باید داشته باشد خواهیم گفت. 1. اهداف شما باید مشخص باشند. یعنی واضح و پر از جزئیات باشند. نباید صرفاً یک خواسته گنگ و کلی بنویسید. به عنوان مثال، میخواهم پولدار شوم اصلاً هدف مشخصی نیست. به جایش مثلا بگویید که میخواهم در پایان سال 1400 50 میلیون تومان پسنداز در حساب بانکیم داشته باشم. 2. قابل اندازه‌گیری باشند. باید بتوانید برای اهدافتان اندازه و مقدار تعیین کنید تا در نهایت بفهمید که چقدر موفق عمل کرده اید. 3. دستیافتنی باشند. یعنی بتوانید با انجام بعضی کارها و برنامه‌ریزی‌ها در مسیرشان گام بردارید. نباید چندان رویایی و دور از دسترس باشند. البته که باید شما را به چالش بکشند، اما دست یافتن به آنها هم نباید غیر ممکن باشد. 4. مرتبط باشند. باید با علایق، ارزش‌های بنیادین زندگیتان و توانایی‌های شما همخوانی داشته باشند. 5. مبتنی بر زمان باشند. یعنی بتوانید برای آنها زمان مشخص کرده و در پایان آن زمان دست به ارزیابی بزنید. حالا بگویید که آیا هدف زندگی خود را می‌دانید؟ اگر نمی‌دانید هم هیچ اشکالی ندارد. همین حالا دست به کار شوید و کمی در این باره بنویسید. با خودتان فکر کنید که هدف زندگی شما چه چیزی می‌تواند باشد. برای فهم بهتر هدف زندگیتان باید درباره ارزش‌ها و دلایل محکمی که برای رسیدن به آن هدف دارید خوب بیاندیشید. ارزش‌های خود را به خوبی شناسایی کنید و حواستان باشد که آنها را با عادت‌هایتان اشتباه نگیرید. پشت باورهایتان هم باید احساسات واقعی و عمیقی وجود داشته باشد تا برایتان قطعی شوند. بوکلایت شماره 6. انگیزه بی حد و مرز، انرژی. تا اینجا گفتیم که برای انگیزه داشتن نیازمند هدف هستید. اما آیا همین یک کار سبب می شود که انگیزه پایدار و بی حد و مرزتان تضمین شود؟ واقعیت این است که اگر در این راه به سلامت جسمانی و ذهنی خود فکر نکنید، خستگی می تواند شما را از پای بیاندازد. مغز شما نیاز دارد که انرژی مورد نیازش را دریافت کند تا بتواند به درستی فکر کند. جیم کویک چند راه کاربردی برای افزایش انرژی مغزی پیشنهاد می کند. 1. رژیم غذایی با مواد مغذی سالم. زمانی که مغز شما مجبور است از سوخت اندکی استفاده کند، قادر نخواهد بود که همه توانش را به کار ببندد. بهتر است به جای خوراکی‌های ناسالم و غیر مفید از سبزیجات، میوه‌ها، غذاهای سالم و آب فراوان استفاده کنید. 2. ورزش کردن. همبستگی مستقیمی بین ورزش کردن و عملکرد مغز وجود دارد. نیازی نیست که حتما ورزش‌های سنگین انجام بدهید. شواهد بسیاری نشان دادند که حتی 10 دقیقه ورزش هوازی در روز می‌تواند مزایای بسیاری داشته باشد. 3. گروه همتایان مثبت.
پتانسیل مغزی شما تنها با شبکه‌های بیولوژیکی یا شبکه‌های عصبیتان ارتباط ندارد. این پتانسیل همچنین با شبکه اجتماعیتان نیز مرتبط است. سخنران انگیزشی جیم ران میگوید که شما میانگین 5 نفری هستید که بیش از همه با آنها وقت میگذرانید. هرچه این افراد مثبت‌تر و با انگیزه تر باشند، به شما هم بیشتر کمک میکنند. 4. محافظت از خود. شما فقط یک مغز دارید. تمام تلاشتان را بکنید که کارهای آسیب زننده به مغز مانند ورزش‌های افراطی، رانندگی خطرناک، مصرف سیگار و غیره را انجام ندهید یا تا جای ممکن کمتر انجامشان دهید. 5. یادگیری جدید. یکی از مهمترین کارهایی که می توانید برای سلامت مغز خود انجام دهید، یادگیری چیزهای تازه است. یک فهرست یادگیری طولانی بنویسید و به ترتیب اولویت شروع کنید به انجام دادنشان. 6. مدیریت اضطراب. اضطراب در زندگی هر انسانی غیر قابل اجتناب است، اما اگر اضطراب از حدی بیشتر شود، می تواند عملکرد مغز را کاهش دهد. راه‌های متداولی برای کاهش اضطراب وجود دارند، مثل تمرین‌های تنفسی، انجام مدیتیشن یا مراجعه به یک متخصص. به شیوه محبوب خودتان برای کنترل اضطراب فکر کنید و انجامش بدهید. 7. خوابیدن. اگر دوست دارید که تمرکزتان بهتر شود، باید خوب بخوابید. اگر دوست دارید شفافتر فکر کنید، باید زود بخوابید. اگر دوست دارید حافظه بهتری داشته باشید، باید عمیق بخوابید. خواب کافی و با کیفیت در صورتی که بخواهید بهترین و بیشترین بهره را از مغز خود ببرید، ضروری است. در بوکلایت بعدی درباره قدم‌های ساده و کوچکی می‌گوییم که در مسیر انگیزه بی حد و مرز کمکمان می‌کنند. بوکلایت شماره 7. انگیزه بی حد و مرز، قدم‌های کوچک. تا اینجا شما هدف یا دلیل کافی برای انجام یک کار را دارید. همینطور انرژی لازم را. اما هنوز نمی‌توانید انگیزه پایداری داشته باشید. پس مشکل از کجا آب می‌خورد؟ قدم‌های ساده و کوچک یعنی کوچکترین کاری که می توانید برای نزدیک شدن به هدفتان انجام دهید. اقدامی که چندان نیاز به تلاش و انرژی نداشته باشد. همین قدم‌های کوچک به مرور تبدیل به عادت می‌شوند و به همین دلیل جیم کویک روی آنها اسم شروع‌های کویک را گذاشته است. این کار باعث می‌شود که باری بزرگ از روی دوشتان برداشته شود و پس از پایان هر قدم به هدفتان نزدیکتر شوید. حالا به وظیفه‌ای مهم فکر کنید که به تعویق انداخته اید. آن وظیفه چیست و چطور می‌توانید به مراحلی ساده‌تر تقسیمش کنید؟ مطالعات بسیاری نشان داده که تقریباً 40 تا 50% کارهایی که هر روز انجام می‌دهیم از سر عادت هستند. این یعنی نیمی از روز ما به انجام کارهایی می‌گذرد که ممکن است اصلاً به آنها فکر هم نکنیم. بنابراین اگر قدم‌های کوچکتان را آگاهانه تبدیل به عادت کنید، اتفاقات شگفت انگیزی در زندگیتان خواهد افتاد. به عاداتی بیاندیشید که دوست دارید ترکشان کنید. آن عاداتی که شما را از انجام مهمترین کارها در روز باز می‌دارند کدام هستند؟ آنها را یادداشت کرده و دلایلی که شما را وادار به انجامشان می‌کنند نیز بنویسید. حالا چند دقیقه را صرف تفکر درباره عادتی کنید که می‌خواهید پیش بگیرید. سپس در فرایند شروع این عادت ارزشمند و جدید گام بردارید. در بوکلایت بعدی از آخرین چیزی که برای تقویت انگیزه در خود نیاز دارید صحبت خواهیم کرد. بوکلایت شماره 8. انگیزه بی حد و مرز، غرقگی. تا به حال پیش آمده که آنقدر در یک کار متمرکز شوید که اصلاً متوجه گذر زمان نشوید یا وعده غذایی خود را فراموش کنید؟ این تجربه را جریان یا غرقگی می‌نامیم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حالت جریان یا غرقگی شما را 5 برابر کارآمدتر می‌کند. دکتر میهای چیکسنتمیهایی روانشناس در کتاب بی‌نظیر خود غرقگی میگوید افراد گاهی به قدری درگیر فعالیتی خاص میشوند که انگار هیچ چیز دیگری برایشان اهمیت ندارد. این تجربه آنقدر لذت بخش است که مردم به هر بهایی حاضر به انجامش هستند. دکتر چیکسنتمیهایی غرقگی را دارای 8 مشخصه میداند. 1. تمرکز مطلق. 2. توجه کامل به اهداف. 3. این احساس که زمان کند یا تند شده است. 4. احساس پاداش در اثر آن تجربه. 5. احساس بی درد سر بودن. 6. چالش برانگیز بودن اما نه بیش از حد. 7. خود به خودی رخ دادن اقدامات ما. و 8. احساس راحتی از کاری که انجام می دهیم. برای یافتن غرقگی باید این کارها را انجام دهید. 1. عوامل حواس پرتی را حذف کنید. 2.
به خودتان زمان کافی بدهید. 3. کاری را انجام دهید که دوست دارید. 4. اهداف مشخصی داشته باشید. و 5. خود را کمی به چالش بکشید. در مسیر غرقگی ممکن است که دشمنانی هم بر سر راهتان قرار بگیرند که باید مراقبشان باشید. 1. چند وظیفه‌ای بودن. انجام دادن چند کار با هم باعث نمی شود که شما بی حد و مرز شوید، بلکه جلوی تمرکز، غرقگی و بی حد و مرز شدن را می گیرد. پس در هر زمان سعی کنید که فقط بر روی یک کار تمرکز داشته باشید. 2. اضطراب. عوامل اضطراب‌آور زندگیتان را بشناسید و در جهت حل کردن مشکل یا حذف کردنشان بر بیایید. 3. ترس از شکست. برای مبارزه با این حالت باید به خودتان بگویید که شکست نه تنها به معنای فقدان کمال نیست، بلکه نشانه ای واضح است که دارید خود را در جهت رشد پیش میبرید. و 4. اعتقاد نداشتن. اگر باور نکنید که دارید به چیزی مهم دست پیدا می کنید، در واقع مهم نبودن نتیجه را تضمین خواهید کرد. این سوالات را از خود بپرسید. آیا مهارت‌های لازم را برای انجام این کار دارم؟ آیا تمام اطلاعات لازم را برای انجام این کار دارم؟ و آیا علاقه کافی به این پروژه دارم؟ اگر پاسخ حتی یکی از این سوالات منفی بود، تا زمانی که برای تمامشان جواب مثبت پیدا کنید، وظیفه‌تان را کنار بگذارید. اما اگر پاسخ هر 3 سوال مثبت بود، یعنی این موجود شرور را هم شکست داده اید. بوکلایت شماره 9. روش‌های بی حد و مرز، تمرکز. تا این لحظه آموختید که چطور با ذهنیتی کارآمد به هر روز نگاه کنید و چگونه با انگیزه‌ای بهینه این کار را انجام دهید. اما یک عنصر دیگر هم وجود دارد که باعث می شود بی حد و مرز شدن شما تمام و کمال شود، یعنی روش. روش‌ها، مسیرها و رویکردهای مختلف برای دستیابی به هدفی مشخص هستند. روش در این کتاب فرایند یادگیری یاد گرفتن است که آن را فرایادگیری می‌نامند. در این بخش از کتاب جیم کویک به ما آموزش می‌دهد که فرایادگیری را باید در 5 حوزه، یعنی تمرکز، مطالعه، حافظه، تندخوانی و تفکر بیاموزیم. این به طور کل روشی است که در شیوه یادگیری کویک به افراد و سازمان‌ها آموزش می‌دهند. به نظر شما تفاوت فردی که در سطح ابرقهرمانی عمل می‌کند و کسی که هرگز ابرقدرت‌های خود را کشف نکرده است در چیست؟ پاسخی که جیم کویک می‌دهد این است: در بسیاری از مواقع موضوع تمرکز است. همیشه والدین و معلمان از ما می‌خواستند که بیشتر تمرکز کنیم یا از عدم تمرکز ما با سؤال چرا درست تمرکز نمی‌کنی انتقاد می‌کردند. اما هیچ کدامشان یک بار به این فکر نکردند که شاید دلیلش این باشد که ما اصلاً یاد نگرفته ایم چطور تمرکز کنیم. گاهی مثالهای تصویری می توانند به بهتر درک کردن یا فهم یک موضوع بسیار کمک کنند. مثلا می توانید آگاهی و تمرکزتان را مانند یک گوی نورانی در نظر بگیرید. این گوی دائما در حال پرش از نقطه‌ای به نقطه دیگر است. اگر بتوانید آن را برای لحظاتی مشخص در یک نقطه ثابت نگه دارید، یعنی دارید قدرتمند و قدرتمندتر می‌شوید. با این تمرین آغاز کنید. اگر در حال خواندن مطلبی هستید، چشمانتان را به شکلی روی کلمات حرکت دهید که انگار هیچ چیز دیگری در این دنیا وجود ندارد. هر چقدر گوی نورانی تمرکزتان پرید و روی افکار یا چیزهای دیگر رفت، آن را با آرامش به سمت نوشته روبرو هدایت کنید. هر چقدر نیاز است این کار را بارها و بارها تکرار نمایید. مطمئن باشید تمرین کردن تمرکز به مدت 1 ساعت یا بیشتر در روز خیلی زود به شکل غریزه در می آید. یک کاری که به تمرکز آسیب می‌رساند چند وظیفه‌ای بودن است. اگر مشغول تلفنی حرف زدن هستید، همزمان رسانه‌های اجتماعی را چک نکنید. یا اگر صبحانه درست می‌کنید، همزمان فهرست کارهای روزانه‌تان را ننویسید. در هر لحظه بر روی یک کار عمیق شوید. پاکیزه کردن محیط اطراف نیز کمک بسیار زیادی به تمرکز شما می‌کند. اگر در زمان تمرکز اطرافتان نامرتب باشد، شلوغی‌های اطراف برای جلب توجه شما دست به رقابت می‌زنند و در نهایت باعث کاهش عملکرد و افزایش سطح اضطرابتان می شود. برخی ورزش‌ها مانند یوگا، تایچی و هنرهای رزمی خاص نیز می توانند به جمع و جور شدن ذهن آشفته‌تان کمک کنند. اما اگر کارتان زیاد است و نمی توانید برای یک دوره ورزشی وقت بگذارید، می توانید با 3 کار مهم به خودتان کمک کنید. این 3 کار عبارتند از: 1. تمرین تنفس 4-7-8.
در این روش ابتدا باید نفس خود را کاملا از طریق بینی بیرون بدهید. سپس به اندازه 4 شماره نفسی عمیق و شکمی بکشید. بگذارید شکم و ریه‌هایتان کاملا باد کنند. شمارشتان را با آرامش انجام دهید و عجله نکنید. حالا نفس خود را به اندازه 7 شماره نگه دارید. سپس نفس خود را به اندازه 8 شماره خارج کنید. این کار را به شکلی انجام دهید که شکم و ریه‌هایتان کاملا خالی از هوا شوند. چند بار دیگر هم این روش را تکرار کنید تا احساس آرامش به سراغتان بیاید. 2. کاری را که موجب اضطراب شما شده است تمام کنید. تنها راه نجات از دست کارهایی که باید انجام بدهید انجام دادنشان است، وگرنه اضطراب به تعویق انداختنشان چنان گریبانتان را میگیرد که دیگر راهی برای تمرکز باقی نمیماند. بکوشید که حتی اگر شده بخش بسیار کوچکی از کارتان را پیش ببرید. 3. برای حواس پرتی‌های خود زمان تعیین کنید. در زمان انجام وظیفه‌تان اگر کارتان با تلفن همراهتان دخیل نیست، آن را خاموش کنید و تلفن ثابت را هم از برق بکشید. برای نگرانی‌ها، دغدغه‌ها و حواس پرتی‌های خود زمانی مشخص تعیین کنید. جمله بعداً به این موضوع فکر می‌کنم می‌تواند کمکتان کند. بوکلایت شماره 10. روش‌های بی حد و مرز. مطالعه. روانشناسان از دهه 60 مطرح کرده اند که 4 سطح صلاحیت یا یادگیری وجود دارد. اولی عدم صلاحیت ناهوشیار نام دارد که یعنی از آنچه نمی‌دانید خبر ندارید. دومین مرحله عدم صلاحیت هوشیار نام دارد، یعنی از آنچه نمی‌دانید آگاهید. سومین مرحله صلاحیت هوشیار است، یعنی از وجود مهارتی در خود آگاهید اما نمی‌دانید که چطور آن را به کار بگیرید. مرحله 4 هم صلاحیت ناهوشیار است. در این حالت به شکل خود به خودی و بدون اینکه کار خاصی کنید می‌دانید که یک کار را چطور باید انجام بدهید و به نوعی برایتان ذاتی است. اما جیم کویک یک مرحله دیگر هم به اینها اضافه کرده، مرحله تسلط واقعی، مرحله‌ای که فراتر از صلاحیت ناهوشیار و در واقع همان بی حد و مرز بودن است. در این مرحله باید مانند ابرقهرمان‌ها مطالعه کنید. اما چطور؟ 7 عادت ساده وجود دارد که در این مسیر میتواند کمکتان کند. عادت اول، از یادآوری فعال استفاده کنید. در این روش باید ابتدا مطالبی را که مطالعه می کنید مرور کنید. سپس کتاب را ببندید یا فیلم آموزشی را قطع کنید و هر آنچه خوانده اید را به خاطر بیاورید. دوباره نگاهی به مطالب بیاندازید و ببینید که چقدر از آنها را به یاد آورده بودید. عادت دوم، از تکرار با فاصله زمانی معین استفاده کنید. مرور مطالب را با فاصله زمانی انجام دهید و هر بار روی بخش‌هایی که در دفعات پیش به خاطر نمی آوردید تمرکز کنید. با این کار می توانید از مغز خودتان بیشترین بهره را ببرید. در میان هر مطالعه هم به خودتان استراحت بدهید. عادت سوم، حواستان به حالت‌هایتان باشد. هرچه در هنگام مطالعه حالت بهتری داشته باشید، عملکردتان هم بهتر خواهد بود. طوری بنشینید که گویی سعی دارید مهمترین اطلاعات زندگیتان را به دست بیاورید. اگر حس کردید باید جابجا شوید، این کار را انجام بدهید. صاف نشستن را هم جدی بگیرید. این کار باعث می شود که اکسیژن بیشتری به مغزتان برسد. عادت چهارم، موسیقی برای ذهن. پژوهش‌های بسیاری نشان داده است که ارتباط عمیقی میان موسیقی و حالت روحی و به دنبال آن بین حالت روحی و یادگیری وجود دارد. کریس بوید بروئر، متخصص موسیقی و یادگیری میگوید موسیقی موجب تثبیت وزن و آهنگ ذهنی، فیزیکی، احساسی و دستیابی به حالت تمرکز عمیق می شود. در این حالت می توانیم اطلاعات زیادی را پردازش کرده و بیاموزیم. و عادت پنجم، از یادداشت‌های خود یادداشت بردارید. مزیت یادداشت برداری این است که باعث می شود اطلاعات لازم را در دایره واژگان و شیوه تفکر خود حفظ کنید. یادداشت برداری از یادداشت‌های خود به این معنی است که یک کاغذ بردارید، در سمت راست آن چیزی که خوانده اید یا شنیده اید را بنویسید و در سمت چپ چیزی را که نوشته اید دوباره به شکلی نو خلق کنید. بوکلایت شماره 11. روش‌های بی حد و مرز. حافظه. حافظه شما یکی از مهمترین دارایی‌های شماست. حافظه از شما در تمام حوزه‌های زندگی پشتیبانی می‌کند و برای تمام اقداماتی که اکنون انجام می‌دهید و هر اقدامی که در آینده انجام خواهید داد اساسی است. همواره این سه نکته را برای افزایش حافظه خود به خاطر داشته باشید: انگیزه، مشاهده، روش‌ها. 1. انگیزه. واقعیت این است که احتمالش بیشتر از چیزهایی را به یاد بیاوریم که برای به یاد آوردنشان انگیزه داریم. 2. مشاهده.
اکثر اوقاتی که قادر به یادآوری مطلبی نیستیم، دلیلش مشکل حافظه نیست، بلکه مشکل توجه است. اگر برای بهبود حافظه خود جدی هستید، خود را شرطی کنید که اگر در موقعیتی قرار گرفتید که نیاز به حفظ کردن بود، کاملا حاضر، آماده و مشاهده‌گر باشید. و 3. روش‌ها. در ادامه روش‌هایی را در اختیارتان قرار می‌دهیم که به کمک آنها می‌توانید حافظه‌تان را بهبود ببخشید. بهتر است نکاتی را که می‌آموزید در قالب یک داستان تصویری برای خود دوباره تعریف کنید. تجسم بخشیدن به نکته‌هایی که می‌آموزید و ساختن ارتباط‌های تصویری که حتی می‌توانند فانتزی باشند، بسیار در به یاد آوردنشان کمک می‌کند. همچنین جایگزینی واژگان نیز می‌تواند در یادآوری مفید باشد، به این معنی که تصویر یا تصاویری آنقدر آشنا به دست بیاوریم که به کلمه اصلی نزدیک باشد. ممکن است این تصاویر بی ربط به معنی کلمه باشند، اما در یادآوریش کمکمان کنند. به عنوان مثال برای حفظ کردن نیتروژن آن را می توانید جور دیگری در ذهنتان ثبت کنید. نیروی ژن. یا نام مونرو را موی در حال رویدن تصور کنید. یا برای به خاطر داشتن املای درست کلمه قورباغه همیشه آن را یک قوری در باغ تصور کنید. سپس واژه‌های جدید خود را در جایی بنویسید و انبار کنید. بوکلایت شماره 12. روش‌های بی حد و مرز، تندخوانی. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که ارتباط مستقیمی بین توانایی شما در خواندن و موفقیتتان در زندگی وجود دارد. کسانی که با مهارت مطالعه می‌کنند، شغل بهتر، درآمد بیشتر و فرصت‌های ویژه‌تر در زندگی خود خواهند داشت. خواندن مغز شما را به کار می‌اندازد، موجب بهبود حافظه می‌شود، تمرکزتان را بهبود می‌بخشد، دایره واژگانتان را افزایش می‌دهد و موجب بهبود درک شما می‌شود. همین حالا نام 3 کتابی که دوست دارید شروع به خواندنشان کنید بنویسید. اولین قدم خود ارزیابی مطالعه و تعیین سرعت آن است. سرعت مطالعه بر اساس تعداد کلمه در دقیقه محاسبه می شود. برای اندازه‌گیری این میزان تنها نیاز به رمانی ساده، مداد و زمان سنج دارید. حالا باید این مراحل را انجام بدهید. 1. زنگ هشدار را طوری تنظیم کنید که بعد از 2 دقیقه به صدا در بیاید. 2. با سرعت همیشگی شروع کنید به مطالعه کردن 3 خط از کتاب و هر زمان که صدا را شنیدید متوقف شوید. 3. تعداد کلمات 3 خط را بشمارید و عدد به دست آمده را به 3 تقسیم کنید. این میانگین تعداد کلمات در هر خط است. 4. تعداد خطوطی را که خوانده اید بشمارید. فقط خطوطی که حداقل تا نیمه صفحه ادامه پیدا کرده اند. خطوطی که از یک کلمه یا یک جمله کوتاه تشکیل شده اند را در نظر نگیرید. 5. میانگین تعداد کلمات هر خط را در تعداد خطوطی که مطالعه کرده اید ضرب کنید. یعنی پاسخهای مراحل 3 و 4 را در هم ضرب کنید. 6. این عدد را به 2 تقسیم کنید، چرا که به مدت 2 دقیقه مطالعه کرده اید. این می شود تعداد کلمات در دقیقه. و 7. حالا سرعت مطالعه خود را یادداشت کنید. سرعت خواندن هر فرد به طور متوسط بین 150 تا 250 کلمه در 1 دقیقه است. این مقدار با توجه به سختی مطلب تغییر می کند. یعنی اگر تعداد کلماتی که خوانده اید کمتر از 100 تا در دقیقه است، احتمالاً مطلب برایتان خیلی مشکل بوده. در ادامه با چند روش برای مطالعه سریعتر آشنا خواهید شد. اولین و اصلی ترین کار استفاده از انگشت است. بله، در هنگام مطالعه باید انگشت خود را زیر خطوط حرکت دهید. این کار باعث می شود که ذهن شما روی خطها متمرکز بماند و دچار پرسه زنی نشود. در نتیجه سرعتتان هم افزایش پیدا می کند. کار بعدی این است که یک زمان مشخص، مثلا 4 دقیقه را در نظر بگیرید و شروع کنید به مطالعه. پس از به صدا در آمدن زنگ، زمان را روی 3 دقیقه تنظیم کنید و دوباره همان خطهایی را که مطالعه کردید از اول بخوانید. سعی کنید همان تعداد را در این زمان به پایان برسانید. این کار را همینطور با 1 دقیقه کم کردن زمانتان انجام دهید. با این تمرین خواندنتان سریعتر شده و مهارتتان تقویت می شود. یکی از دلایل کند بودن سرعت مطالعه افراد این است که کلمات را یکی یکی می خوانند. دید میدانی خود را افزایش دهید و به جای تک تک دیدن کلمات سعی کنید که گروه بیشتری از کلمات را یک جا ببینید. در زمان مطالعه از زمزمه کردن کلمات و جملات خودداری کنید. ذهن شما سریعتر از دهانتان است و اگر زمزمه کنید قطعاً کندتر می‌شوید. بوکلایت شماره 13. روش‌های بی حد و مرز، تفکر. چرا طیف تفکر اکثر ما محدود است؟ پاسخ این سوال دقیقاً مشابه زمانی است که درباره تمرکز صحبت کردیم.
یعنی وقتی مدرسه می رفتیم کلاس تفکر نداشتیم. برای آموختن شیوه تفکر اولین چیزی که باید بیاموزیم روش استفاده از ابزاری به نام کلاه‌های تفکر است. دکتر ادوارد دو بونو، نویسنده و متفکر، مفهوم 6 کلاه تفکر را ابزاری برای رهایی از عادات فکری اشتباه معرفی کرده است. اساس این روش چنین است که تفکر را به 6 عملکرد مجزا تقسیم کرده و به شکل استعاری تعدادی کلاه بر سر بگذاریم. 1. زمانی که در حال جمع‌آوری اطلاعات هستید، کلاه سفید بر سر بگذارید، یعنی درباره آنچه باید بررسی کنید مطمئن شوید. 2. کلاه خود را با کلاهی زرد رنگ عوض کنید. با چشماندازی مثبت با موضوع دست و پنجه نرم کنید. 3. سپس باید کلاه مشکی سر کنید. درباره چالش‌هایی که ممکن است بر سر راهتان قرار بگیرد بیاندیشید. 4. پس از این کار باید کلاه قرمزتان را سر کنید. آنچه درباره‌اش میاندیشید به درستی هم احساس کنید. 5. حالا نوبت کلاه سبز است. از دیدگاه‌هایی به سمت مشکل بتازید که قبلا در نظر نگرفته بودید. و 6. بالاخره کلاه آبی را بر سر بگذارید. چرخی بزنید. همه روش‌ها را یک بار دیگر مرور کنید و مطمئن شوید از تمامشان استفاده کرده اید. جیم کویک نیز چند مدل ذهنی محبوب دارد که برای تفکر و تصمیم گیری بهتر میتواند کمکتان کند. 1. تصمیم گیری 40-70. به این معنا که هرگز با اطلاعاتی کمتر از 40% تصمیم گیری نکنید و حتما در تلاش باشید که با بیش از 70% اطلاعات دست به تصمیم گیری بزنید. البته که در این حالت هم باز احتمال اشتباه وجود دارد، ولی کمتر پیش می آید که خطا کنید. 2. بهره‌وری. فهرستی از کارهایی که نباید انجام دهید بسازید. برخی از کارها هستند که با انجام دادنشان تمرکزتان را از دست داده و نمی توانید به خوبی در مسیر رسیدن به اهدافتان قرار بگیرید. این کارها را شناسایی کرده و از لیست روتین‌های روزانه خود به مرور حذف کنید. 3. حل مسئله. خطاهای خود را بررسی کنید. وقتی زمانی را به مشکل خود اختصاص می دهیم، به خصوص اشتباهاتی که تأثیر پایداری بر زندگی ما دارند، هر مشکل را به فرصتی برای یادگیری تبدیل می کنیم. دلیل این اشتباهات را از خود بپرسید و به دنبال لایه‌های عمیق‌ترشان باشید. سپس بررسی کنید که چطور می توانید در آینده از این اشتباهات پرهیز کنید. 4. راهبرد. تفکر مرتبه دوم. همیشه 2 قدم جلوتر از اقدامات خود فکر و عمل کنید. 5. جهش به جلو. هر قدمی که در جهت پیشرفت بردارید، جهشی رو به جلو است. 6. تفکر نمایی. جهان بدون مشکل را تصور کنید. جهان در طول تاریخ تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده و از این به بعد هم بیشتر و بیشتر تغییر خواهد کرد. در این میان بهترین کاری که میتواند به ما کمک کند تا با این تغییرات کنار بیاییم و زندگی رضایت بخشی را تجربه کنیم، داشتن یک ذهن بی حد و مرز است. فردی با ذهن بی حد و مرز به نابغه بودن از بد به تولد اعتقادی ندارد. او می‌داند که تمام انسان‌ها در یک چیز استعداد دارند. می‌توانند با امتحان روش‌های مختلف یادگیری مهارت‌های مورد نیازشان را کسب کنند و در هر مسیری که می‌خواهند تبدیل به یک نابغه شوند. اما برای بی حد و مرز شدن 3 عنصر اساسی مورد نیاز است: ذهنیت بی حد و مرز، انگیزه بی حد و مرز و روش‌های بی حد و مرز. در این مسیر اصلی ترین و مهمترین قدمی که باید بردارید شناسایی باورهای محدود کننده و دروغ‌هایی است که به خودتان میگویید. بعد از این کار دریچه‌های بی حد و مرز شدن یکی یکی به روی شما باز میشوند و میتوانید با تمریناتی در زمینه تمرکز، تفکر و یادگیری خودتان را به سمت هدفی که دارید سوق دهید. پیشنهاد کاربردی: گوشه‌ای بنشینید. عواملی که موجب حواس پرتی شما میشوند کنار بگذارید و یک قلم و کاغذ را در برابر خود قرار دهید. به صداهای منفی داخل سرتان فکر کنید و آنها را بنویسید. حالا آنها را با شواهد واقعی به چالش بکشید و باورهای جدیدی را جایگزینشان کنید. سپس به ارزش‌های بنیادین خود فکر کنید. آنها را یادداشت نمایید و همراستا با آن ارزش‌ها برای خودتان هدفی در زندگی تعیین کنید. در اینجا مهمترین چیزی که باید بدانید این است که برای رسیدن به هدفتان باید با قدم‌های بسیار ساده و برنامه‌ریزی شده پیش بروید تا با موفقیت‌های کوچک برای مقصد نهایی خودتان انگیزه‌ای پایدار و قدرتمند بیابید. حالا اولین قدم کوچکی را که باید بردارید یادداشت کرده و خودتان را برای آن آماده کنید. پیشنهاد مطالعه بیشتر: کتاب چگونه کمالگرا نباشیم نوشته استفان گایز.
همه ما می‌خواهیم تا جایی که امکان دارد نسبت به اتفاقات اطراف خود خوشبین باشیم یا با اعتماد به نفس بالا اهداف خود را دنبال کنیم. اما کمالگرایی که ریشه در انتظارات نامعقولمان دارد، جلوی راه ما را می‌گیرد. استفان گایز در این کتاب راهکارهایی را توصیه می‌کند که برای تغییر عادت‌های رفتاری شما بسیار کاربردی هستند.